میگم که همین یهودا اگر کار کنند بگن که ما کار میکنیم والله قسم قطعا یهودی من آماده‌ام برای همکاری کردن تا و سفارات بزرگترین در تاجیکستان سفارت اسرائیل آماده هم برای دادن. چرا فهمیدید؟ من آماده‌ام که با اسرائیل با نتانیاهو همکاری کنم بزرگترین سفارت دنیا را برام با همین نتانیاهو را من آماده‌ام، من راضیم. علاقه زیچی دیپلماتی با اسرائیل آماده برقرار نمودنم. به خاطرشی به خاطر میگم را پرابلم ندارم. طاغوت پرستای مشرک پرابلم ندارم، من با یگان یهود پرابلم ندارم. من طاغوت پرستای مشرک با تکرار کردم آماده ام با دولت اسرائیل همکاری کنم. طاغوت پرستای مشرک هیچ کس یگان علما نگفتن، پیامبر نگفتن، الله اجازه نداد، رسول الله، صحابه که یک انسان به خاطر به قدرت رسیدن اول کفر و شرک کند، طرفداری کند، کفر اختیار کند، بعد از این به اسلام رود. این خیلی گپ نیست، این مشرک میشه. حتی ما در درس های توحیدی گفتیم، سخن علی بن خضر از بسیار ذکر کردیم که دعوت کردن به واسطه کفر و شرک یا به یک مقصد رسیدن به واسطه کفر و شرک یا که اسلام نصرت میتیم گفتن به واسطه کفر شرک یا فریب میتیم گفتن، این همه باطل است، دروغ است، کفر اکبر و شرک اکبر است. یکم جواب. دویم جواب این است که ما این خیلی باشد به همین حزبی ها میگوییم که اگر افغانستان به حزبی ها باشد سال 1992 93 وقتی که نو حزبی ها افغانستان به گرفته رفتن، سید عبدالله نوری در همون افغانستان میگه که ما دولتی دموکراتی مردم سالار رو میخوایم. این به چی میگه؟ نه فقط این محمد اقبال صدر، عقیده حزبی ها از اول میخواد. در همون سالهای جنگ اینها قوت داشت، قدرت داشت، اینها هیچ کس مجبور نمیکرد. محمد شریفی همتزاده درباره دموکراتی کتاب نوشته است. تاجیکستان ببینید اینو دموکراتی میخواست، جنگ دموکراتی میخواست، اینو با صدها هزار لشکرش بود دموکراتی میخواست. اینو از اول همین است، زیرا که اینو صوفی قبوری همین منهج سکولاریستی داره. الله گمراه و هدایت بکنه. این گپامش باطل است که ما حاضر مقصد گفتن نمیتوانیم یک روز میگویم، دروغ میگه، مردم فریب میده. این خیلی آدم کمتر حد و حدود میدارد. البته اینو مشرکین است.